سلام. یه موقعیت تصور کنید. علی 37 سالشه، صاحب یک کسب و کاریه که از پدرش بهش ارث رسیده و کلی دوره مدیریتی رفته، ولی باز هم کار رو نمیتونه در بیاره. تصور کرده در واقع که با رفتن به دوره‌های مدیریتی مختلف میتونه کسب و کارش رو متحول کنه. بریم این کیس استادی رو با هم بازش کنیم. خب اگر کیس استادی‌های قبلی رو ندیدین حتما دنبال کنین. موضوعات مختلفی رو از جنس تجربه واقعی در اختیارتون قرار دادم. هم برای مشاورین کسب و کار کمک کننده است، هم برای صاحبین کسب و کاری که میتونن همزاد پنداری کنن این کیس ها رو و تو شرکت خودشون بتونن الگو بگیرن و کمک کننده باشه. خب ما یک شرکتی رو داریم، یک در واقع کسب و کاری رو داریم خانوادگی. کسب و کارهای خانوادگی که از پدر رسیده، به طبع یک فشارهایی پدر به عنوان صاحب کسب و کار آورده به فرزندان و در یک مقطع‌هایی اجازه نمیداده به اصطلاح بچه‌ها کار کنن. حالا نوع تفکرش هم در مقطع خودش خیلی خوب بوده، کسب و کار رو 10-20 سال در واقع جلو برده، ولی احتمالاً بچه‌ها اون آزادی عمل رو نداشته باشن. من کسب و کارهای خانوادگی زیاد کار کردم که همچین داستانهایی بوده و پدر و سایه پدر همچنان روی کسب و کار افتاده و بچه‌ها اجازه ندارن و اجازه پیدا نمی‌کنن کارهای خلاقانه بکنن. به هر حال بچه‌ها تو نسل جدیدی بزرگ شدن، تحصیلات دارن، دوست دارن تو فضای دیجیتال فعال باشن، ولی پدر نوع برخوردش خب خیلی میتونه متفاوت باشه. این کسب و کار فرزند در واقع این حاج آقا تصور میکرده که با دوره‌های آموزشی زیاد میتونه کسب و کارش رو متحول کنه، که البته خیلی هم خوب هست و بایدم به سراغ دوره آموزشی و مطالب تئوریک و اینها کتاب اینجور چیزا بریم، ولی اون کف کارگاه و اون تجربه‌ای که کف کارگاه وجود داره چیزی متفاوت هست. اگر من مدیر عامل رفتم، من صاحب شرکت فلان دوره آموزشی رو مثلا تو ماهان گذروندم، مثلا تو آریانا رفتم فلان کتاب خوندم، رفتم حتی دوره مشاوره تو شاپرک آبی گذروندم. این جالب بود این کیس. اصلا چه ربطی به مشاوره داره؟ یعنی صاحب کسب و کار رفته دوره مشاوره گذرونده، فکر میکنه کسب و کارش قرار متحول بشه و بعد اونجا یه سری مطالب تئوری به من گفتن. طبیعیه، اونجا دوره آموزشیه. دوره آموزشی یه سری مطالب تئوری رو بر اساس یه سرفصلی توی فایل پاورپوینتی اون کسی که به حال مدرس هست داره منتقل میکنه. کیس خیلی قضیهش فرق میکنه. ایشون اومده رفته فرض کنیم یک دوره آموزشی تو حوزه گفتن استخدام اینجوری انجام بده یا آنبوردینگ رو اینجوری انجام بده و بعد رفته مصاحبه کرده. خب حوزه کاریش حوزه کاری نبوده که بخواد بره تو جاب اینجا و توی ایران تالنت و جاب ویژن آگهی بزنه، رفته تو دیوار زده. طبیعی هم هستا، میگم اصلا کارمند و کارگرش اونجاها نیستن، باید میرفته تو دیوار و فلان کانال تلگرامی و ای استخدام و امثال اینجور چیز. رفته آگهی زده، ورداشته فرد رو برده برای مصاحبه و اون متدی رو داره در مصاحبه با کارگر جماعت استفاده میکنه که اون مدرس ها گفتن. خب مشخصه فرد فرار میکنه، اصلا میگه این کلمات چیه؟ اصلا چه سوالیه؟ یه سوالی که خیلی تو بچه‌های HR میپرسن و بچه‌های کارمنده خیلی شاکی‌ان، اینه که 5 سال آینده خودتو کجا میبینی؟ خب حالا به کارمند میگیم مثلا یه فول استک میگیم 5 سال آینده خودتو کجا میبینی، یا به یک دیجیتال مارکتر چنین حرفی میزنی، اونا شاکی میشه. حالا به یک کارگر ساده نمیدونم تو فلان حوزه بری چنین حرفی رو بزنی، اصلا
میخنده، فرار میکنه. خب ما نمیتونیم اصولی که در کتاب ها خوندیم خیلی هم خوبه، ولی تو چه شرکتی؟ تو شرکتی که 10 سال عمرشه یه مدل در واقع مصاحبه استخدامی داریم، یه شرکت سازمان بوروکراتیک فیل یه مدل دیگه داریم، یه استارتاپ یه مدل دیگه داریم، تو این کیس یه SME هست، اصلا داستانش فرق میکنه. حالا این مثال برای اینه، حالا در واقع برای مصاحبه استخدامیه. رفته تو مباحث استراتژی صحبت کرده، آموزش دیده، فلان کتاب خونده، نمیتونه توی بیزینسش اجرا کنه و با این همه به اصطلاح مطالعات هی دفترچه ها رو سیاه کرده، کلی دفترچه به من نشون میداد و فایل های آموزشی که در واقع اومده نوت برداری کرده توی سیستمش و خیلی از اون نوت ها هم خیلی اساتید معروف و دوره های خیلی خوبی هم بوده ولی اجرا نمیتونه بکنه. بعد مورد تمسخر پدر قرار گرفته که تو رفتی این همه سال کار کردی، دوره آموزشی رفتی، حتی یه تکونی هم تو این بیزینس ندادی و در واقع اومده سراغ من مشاور که بهش کمک کنم. یه نکته دیگه هم بگم، تو این کسب و کارهایی که صاحب کسب و کار تجربه مدیریتی یا کارمندی تو جای دیگه نداره، یا بچه حاجی بوده به قولی و از ابتدا تو این بیزینس بوده و مورد میکرو منیجمنت و فشار بسیار عجیب پدر قرار گرفته به عنوان صاحب اصلی بیزینس، یا یه ایده‌ای از فضای دانشجویی اومده، یه ایده‌ای رو برداشته شروع کرده، ایده هم خیلی خوب بوده، پا گرفته به هر دلیلی و اومده جلو. ولی چون من به عنوان صاحب کسب و کار تجربه کارمندی رو ندارم، بسیار تو بحث HR میلنگه. خیلی من چنین کیسی رو دیدم. بسیار حالت این رو داریم که داد و بیداد میکنیم، حرفشون رو قبول نمیکنیم، میکرو منیجمنت میکنیم، نظرخواهی نمیکنیم و خیلی موضوعات دیگه. پس اینم در نظر داشته باشین اگر تو چنین شرکتی هست این موضوعات میطلبه، یعنی اگر شما مشاورید این نکته رو در نظر داشته باشید که این چالش وجود داره و این صاحب کسب و کار چون تجربه کارمندی مدیریتی سطح پایین‌تر نداره تو شرکت دیگه، وقتی در مورد مسائل HR صحبت میکنی هیچ حسی نداره و باید بیشتر باهاشون کار کرد، کیس استادی های مختلف، بره توی 2 تا شرکت بچرخه. حتی توی شرکتی توی کیسی من حتی پیشنهاد داده بودم که بره هفته یه روز 2 روز یه جا کارمندی کنه. اینا نه اینکه بخواد خیلی بازه زمانی زیاده، مثلا فرض کن 1 ماه 2 ماه بره یه جا بچرخه، یه ذره جاهای دیگه رو هم ببینه و بعد بیاد بخواد تو شرکت خودش کارهای مدیریتی رو انجام بده. هر چقدر که ما نفر HR کنار این مدیر عامل بذاریم باز هم مشکل خواهد داشت. توی یه شرکت دیگه ما نفر HR هم کنار مدیر عامل گذاشته بودیم ولی کار در نمی اومد. این کیس یعنی این پسری که کلی دوره آموزشی هم رفته و مشکل خورده با توجه به سنش، یه حالت این که من همه چی رو بلدم در واقع میاد تو جلسه مطرح میکنه. حقم داره، یعنی شما هم خودتون رو بذارین جای ایشون. تو این فضاست که من کلی وقت گذاشتم دیگه، یعنی تو ذهنش، یعنی خود شما رو بذارین جای ذهن اون، تو ذهنش اینه که من کلی وقت گذاشتم این دوره اون دوره، این برند اون برند، کلی ببخشید با این مطالب تئوری الکی که هیچ فایده ای هم نداره ورداشته آورده و تو بیزینس نمیتونه اجرا کنه. حالا اومده سراغ من مشاور میگه آقا کمک کن. اولا این که اومده سراغ یک مشاور این باز یه حس مثبت داره، یعنی این غرورش رو زیر پا گذاشته که آقا من با این همه مدرک بازم برم سراغ یکی بهش ازش کمک بخوام. من مشاور باید بیام بهش دل بدم و در صورتی که با چند تا شاخص بذاریم، در صورتی که بیاد و اجرا کنه. یه نکته هم بگم که این باید بررسی بشه که این مشاور خودش خواسته، بابای فشار آورده، داییه گفته برو سراغ مشاور.
چون اگه خودش به یک نیازی نرسیده باشه، وقتی میاد تو جلسه مشاوره، فرضاً بگیریم که میاد قراردادم میبنده، بعد حرفایی که مشاور میزنه رو میگه من اجرا نمیکنم. چرا؟ که بگم که مشاورم آوردم جواب نگرفت. یعنی اینم در نظر داشته باشی. حالا من به عنوان مشاور بیشتر تو فضای لایف کوچینگ در واقع بنا دارم که به ایشون کمک کنم. در نظر داشته باشی این پروژه‌ای هم نیست که الان شروع شده باشه، در مراحل مذاکراتی هست، خیلی داغ، که انشالله در کیس استادی‌های بعدی من اینو مفصل‌تر باز میکنم. بنای من بر چیست؟ بر اینه که آقا شمایی که صاحب کسب و کاری، تو بهترین فردی هستی که میتونی کسب و کار مدیریت کنی و ما فقط کنار تیم و میایم کنارت که در واقع تنها نباشی. بیشتر جنبه لایف کوچینگی من میخوام کنارش باشم، چون خب تجربه چنین موضوعاتی رو هم در افراد مدیران مختلف دارم. نه اینکه بخوام خیلی بیزینسی دستکاری کنم. لابلای لایف کوچینگ میام تو چند تا موضوع بیزینسی هم در واقع نظراتمو به صورت غیر مستقیم بهش منتقل میکنم. وقتی فرد حس رو بگیره که آقا من صاحب کسب و کار، من فرزند فلان حاجی، بیزینسی رو مشاوره اومده میگه آقا هر چی تو میگی درسته، خب این گاردشو میخوابونه. یعنی ما تو جلسات وقتی میریم سعی میکنیم فرد اگر گاردی وجود داره خیلی زود این گارد رو همراهش بشیم. شما اونور میز من اونور نیستم، با همین داریم کار رو هندل میکنیم. من جمله‌ای که همیشه تو جلسات مشاوره میگم جیب صاحب کسب و کار و مدیر عامل جیب من مشاوره. تو 1000 تومنم صرفه جویی میکنم، با 2 تا 4 تا بهش چک میکنم. اگه میخوایم جای قرارداد ببندیم 10 تا گزینه دیگه هم میارم و همینجوری نمیگم مثلا بریم فلان تامین کننده رو بیاریم استخدام کنیم، فلان دیجیتال مارکتر رو بیاریم استخدام کنیم. این حساسیت ها رو وقتی به کار میبریم، اون مدیر عامل هم اگر هم گاردی وجود داشته باشه، این گارد میخوابه و میتونه همراه بشه با مشاور و کار رو بهتر جلو ببره. تو این کیس نباید تو سر در واقع فرد زد که آی تو درس خوندی هیچ فایده ای نداشت. نباید به نحوی منتقلش کرد که حس و گارد بگیره، حس منفی بگیره از اینکه به هر حال علاوه بر وقت کلی هزینه کرد، دوره‌های آموزشی تئوریک گرونی که اگر تو کار عملیاتی و کیس استادی هستید و کیس کف کارگاه هستید شاید بهتون کمک کنه، وگرنه مطالب تئوریک تلمبار شده است. و وقتی میبینیم فرد توی این دوره ها و تبلیغات زرق و برقدارشون گیر کرده، مثلا دوره اوله رو رفته دیده که جواب نگرفته، گفته خب پس من میرم سراغ اون یکی دوره احتمالاً جواب میگیره. تبلیغات عجیب و غریبی که در 3 ماه 130% بیزینس شما رو متحول میکنیم. تبلیغات زرد اینستاگرامی که افراد بی تجربه ولی با فن بیان خوب، ولی با زبان بدن خیلی خوب و مهیج کردن فضا و در واقع قرار گرفتن روی ترندهای مختلف میان و ایجاد میکنند و من کارآفرینم گول میخورم و میرم چنین دوره هایی رو با هزینه های زیاد و زمان زیاد، دوره 7 ماهه 1 ساله فلان که قرار کسب و کار منو 3 برابر کنه و وقتی میریم انتهای این دوره سرخورده برمیگردیم و میبینیم کلی هم منابعمون از دست رفته و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. خب این کیس پس من به عنوان لایف کوچ میخوام نقش بگیرم و حس بیزینسی رو ندم بهش و خیلی سعی کنم داده ها و اطلاعاتی که خودش رو داره رو بیاره و بیاد تو بیزینس اجرا کنه. واقعیت هم بخوام بگم هیچ مشاوری نمیتونه به اندازه صاحب کسب و کار ایده ها و خلاقیت جدید بده. فرد حالا درسته پدرش تو این بیزینس بوده ولی به هر حال از اون زمان کلی کار کرده، کلی تجربه داره، فقط احتمالاً اعتماد به نفس نداره، احتمالاً ترس داره، احتمالاً باورها و اون
شرطی شدنی که نسبت به حرفهای پدر هست و حال سایه پدر روی کسب و کار، اون آزادی عمل رو ایشون نداشته و این چالش ها بیشتر ذهنیه تا بخواد عملیاتی بشه. اگر این موضوعات و چالش های ذهنیش رو برطرف کنیم احتمالا خیلی روون میتونه بره تو شرکت خودش، تو کسب و کار خودش اجرا کنه. این کیس رو در ماه‌های آینده آپدیت میکنم و ورژن بعدی رو خواهم داشت که ببینیم تو این شرکت چه اتفاقاتی افتاد و ما انشالله بتونیم توی این شرکت اثر بخش باشیم.